توصیه ما به ماموران آنه که به هر حال معترضان را نزنند و همه مردم، همه ما ملت ایرانیم، مردم کشوریم، همه ما با هم برادریم و ما یک خانواده هستیم. ایرانی، هر کسی ایرانیه، همه یک خانواده ایرانیه. ما یک خانواده بر یک دیگه ترحم داشته باشیم، بر یک دیگه مهربان باشیم، بر یک دیگه شفقت داشته باشیم، دل من بسوزه، به یک دیگه نقصان نرسانیم و ضربه نزنیم. بله شکایت داریم بفرما و اعتراض داریم بگیم، ولی به هر حال نقصان نرسانیم. مامورین هم که مامورین فرزندان